I don't know how should I start. By starting, okay. یکی از پروژه‌هایی که خیلی تو زندگی من واقعا انرژی برد تا بتونم برسم به یک نتیجه دلخواهی توش موضوع رابطه بود. میدونم برای خیلی ها رابطه داشتن سخته، برای خیلی ها چالش هایی که تو رابطه سخته، ولی چند تا نکته که امروز تو این ویدیو میخوام بگم باعث شد که رابطه برای من سختیش کمتر بشه. هنوز میتونم بگم جزو پروژه های سخت زندگیمه، جزو پروژه های بزرگ زندگیمه که انرژی زیادی میگیره، ولی برام راحت تر شد، بیشتر توش بهم خوش میگذره و میتونم ازش لذت بیشتری ببرم. اگر نمیدونین من با یک آقای آمریکایی که 10 سال از خودم بزرگتره و استادم بود دوست شدم و ازدواج کردم. تقریبا 3 سال و خورده که با هم دیگه آشنا شدیم و 2 ساله که تقریبا ازدواج کردیم. همون اوایل ارتباط اولین سوالی که از من پرسید این بودش که تو چند وقته که رابطه بلند مدت نداشتی؟ و موقع فکر کنم مثلا نزدیک 7 سال بود که من رابطه مثبت 3 ماه نداشتم. بهم گفت منم خیلی وقته که رابطه مثبت چند ماه ندارم، بیا اینو از همین اول بپذیریم که ما رابطه رو بلد نیستیم و یادگیری رو بذاریم سر لوحه کارمون و در حین این که داریم رابطمون رو حفظ میکنیم یاد بگیریم. چون وقتی تو فکر میکنی که یه چیزی رو بلدی، اد کردن و اضافه کردن یه سری دیتاهای جدید خیلی برات سخته، ولی وقتی بپذیری که آقا من بلدش نیستم و نتونستم تا حالا تو زندگیم از این بود نتیجه بگیرم، اون موقع راحت تر میتونی یاد بگیری. کتاب میخونی، از بقیه سوال میپرسی یا راهکارهایی که داری رو استفاده میکنی. ما اولین کوچ که گرفتیم توی اولین جلسه‌ای که باهاش داشتیم یه حرفی به ما زد و گفتش که یادت باشه همیشه اگر ببازین جفتتون باختین. توی رابطه هیچ برنده و بازنده ای نیست. یا جفتتون با هم دیگه میبرید، یعنی جفتتون آدم‌هایی هستید که تونستید که رابطه رو ادامه بدید و داشته باشید، یا جفتتون با هم دیگه این رابطه رو میبازید. این لزوما به باخت زندگی از دست دادن چیزی نیست. این رابطه، این پروژه با شکست مواجه میشه و جفت شما این پروژهتون با شکست مواجه میشه. این جمله انقدر به خود من کمک کرد به خاطر اینکه از اون لحظه به بعد من و همسرم یا حالا من و دوست پسرم موقع دیگه مقابل همدیگه قرار نگرفتیم. تو هر مسئله و چالشی که به وجود اومد ما کنار همدیگه بودیم و مسئله رو گذاشتیم مقابل خودمون. حتی اگر یکی از ماها ایجاد کننده اون مسئله بود، باز هم سعی کردیم که کنار همدیگه وایسیم. یعنی بعد از اینکه ناراحت شدیم، عصبانی شدیم، همه اینا رو تونستیم منیج کنیم، بیایم کنار همدیگه وایسیم و مسئله رو بذاریم روبروی خودمون. چون من میدونستم که به هر دلیلی اگر من ثابت کنم که همسرم آدم به درد نخوریه، آدم خوبی نیست، آدم متعهدی نیست، آدم رمانتیکی نیست، مهم نیست و اگه این رابطه به هم بخوره من هم این رابطه رو باختم. حتی اگر بتونم ثابت کنم که همه چی تقصیر اون بوده، به هر حال این رابطه برای من هم شکست خورده است. واسه همینم این جمله که اگر به بازی جفتتون باختید به شدت تو روحیه من توی سری کلکلا یا سری کوتاه نیامدنا تاثیرگذار بود و من واقعا آدم فداکارتری شدم تو این رابطه. یه چیزی که الان میخوام بگم اینه که اون رابطه‌ای که میبینی جواب میده 1% واسه اون آدمیه که پیدا کردی، 1% زیادیش واسه آدمیه که تو بهش تبدیل شدی تو اون رابطه. من همین الان میتونم ادعا بکنم که اگر آدمی که تو این رابطه هستم بودم در گذشته، شاید خیلی از رابطه‌های دیگه من به نتیجه میرسید. دومین چیزی که واقعا این رو هم از یک کوچ یاد گرفتیم و اینم خیلی تاثیرگذار بود و تونستم من یه جاهایی یه بالانسایی رو تو رابطمون ایجاد بکنم و یه جایی واقعا رابطمون رو از بحران نجات بدم، این بودش که کوچم به ما گفت ببین زن و مردا خیلی سادن. زنها یه چیز میخوان اونم توجهه، مردا یه چیز میخوان اونم احترامه. بعد زن و مردها توی روابطشون میفتن توی چرخه‌ای. مرد به زن توجه میکنه، زن به مرد احترام میذاره. مرد به زن توجه میکنه، مرد به زن احترام میذاره. مرد به زن بیشتر توجه میکنه، زن به مرد بیشتر احترام میذاره، یا برعکس زن به مرد بیشتر احترام میذاره، مرد به زن بیشتر توجه میکنه. موقع این چرخه معیوب و بحرانی میشه که مرد به زن توجه نمیکنه و اولین اقدامی که زن انجام میده اینه که به مرد احترام نمیذاره. مرد به زن بیشتر توجه نمیکنه و زن برای مقابله بیشتر به مرد احترام نمیذاره. اینکه شما این سیکل رو بشناسی و جاهایی که رابطه دچار بحران شده شما واقعا دارید به هم دیگه آسیب میزنید و هم دیگه اذیت میکنید، یکیتون اون پارتنری که اون لحظه ظرفیت بیشتری داره یا آگاه تره وایس عقب و بگه من میخوام این چرخه معیوب رو بشکنم و برگردیم به چرخه سالممون و شروع کنه اون وظیفه خودش رو انجام بده. یعنی اگه زنه آگاهه شروع کنه به مردش اون احترام رو بذاره و اگه مرد اون آگاه هست شروع کنه به زنه اون توجه رو بده. اگه دقت کرده باشید واقعا
من تمام گله و شکایتایی که از زن و مردای دور و برم شنیدم، یا خودم در رابطه داشتم یا همسرم داشته، مربوط به همین دو دسته بوده. یعنی من گله شکایتام از جنس عدم توجه بوده، همسرم گله شکایتش از جنس عدم احترام بوده. حالا این توی هزار تا چیز میتونه معنی پیدا کنه ها. مثلا ممکنه که وقتی شما قور میزنید، اکثر مردا شکایتشون از این قوراییه که خانم‌ها میزنن یا شکایتایی که خانم‌ها دارن. خیلی وقتا این شکایت‌ها بی احترامی تلقی میشه واسه مردا. اکثر خانم‌ها اون هدیه نگرفتنه، گل نگرفتنه، حرف خوب نشنیدنه رو عدم توجه تلقی میکنن. یعنی تلقی ها معمولا برمیگرده به این دوتا کانسپت. حالا ممکنه که عملها خیلی متفاوت باشه. من میدونم بعضی وقتا بعضی از روابط انقدر میتونه معیوب باشه که اون آدم میگه من هی دارم توجه میدم و اون احترام رو نمیگیرم، یا خیلی دارم احترام میذارم و اون توجه رو نمیگیرم. ما داریم راجع به رابطه‌ای صحبت میکنیم که هنوز امید به نجات دادنشون هست، هنوز دو نفر آدم متحدانه روی رابطه دارن کار میکنن. چون واقعا اگه یه نفر اومده باشه توی رابطه و بخواد سوء استفاده بکنه، توی هیچ کدوم از این قاعده‌ها قرار نمیگیره و شما باید خیلی زود بشناسیدش و اون رابطه رو کات بکنید. من خیلی سال پیش یه کتابی خوندم به اسم Art of Loving، یه آقایی که خیلی عجیب بود. آقای من تو پالادیوم دیدمش و این آقا تازه از انگلیس برگشته بود. یهو اومد سر میز ما نشست با اون صحبت کردن. آقای خیلی پیری بود. یهو اینطوری اشاره کرد، گفتش که کتاب Art of Loving رو بخون. بدون هیچ شناختی، یعنی ما اصلا صحبت خاصی نکرده بودیم. کتابو خوندم و یه جمله از این کتاب همیشه تو ذهن من موند. این بود که در دنیایی که همه دارن تمرکز میکنن معشوق بهتری باشن، یعنی خانم‌ها خیلی خوشگل‌تر باشن، مردها خیلی قدرتمندتر باشن که به عنوان یک معشوق انتخاب بشن، یعنی بقیه آدم‌ها عاشقشون بشن، تو تلاش کن که عاشق بهتری باشی. یعنی به این فکر کن که اگر روزی به اون معشوقی که می‌خوای برسی، چی کارو بلدی واسش بکنی. تمرکزتو بذار روی این که چطور میتونی مهارتاتو افزایش بدی که احساس عشق رو چجوری در اون بیشتر ایجاد بکنی، تا اینکه تمرکز بذاری چجوری احساس عشق در خودت بیشتر ایجاد بشه. واقعا رابطه چیز سختی نیست، ولی نیاز به تلاش داره. پیچیده نیست، واقعا آدما خیلی سیمپلن، خیلی سادن، خیلی راحت میتونن هم صحبت کنن. و پیچیدگیش به خاطر اینه که ما زمان نمیذاریم یادش بگیریم، هی میخوایم انجامش بدیم، هی فقط میخوایم تستش کنیم. به نظر من یادگیری، خوندن راجبش خیلی خیلی تاثیر بیشتری داره. دوستتون دارم. امیدوارم که قلبتون آروم، لبتون خندون و دلتون شاد باشه. خداحافظ.